ببینی تاج درخت رو میبینی کجاست؟ تاج درخت اینجاست. این درخت تا اینجاست، این ورش هم تا اینجاست. این تا اینجاست. حالا بیا ببین کجا کود دادن. بیا عزیز اینجا رو بگیرین لطفا. اینجا رو بگیرین. اصلا جذبی صورت نمیگیره. ریشه هایی که مواد غذایی رو جذب میکنن اینجا نیستن. ریشه هایی که مواد غذایی رو جذب میکنن اینجاهان. اینجا چی الان؟ سنگ فرشه. چیکار باید بکنیم؟ راه چیه؟ چیزی که به ذهن من قد میده بین این سنگا رو، این بلوه ها، اینجاها رو سوراخ کنن. اینجاها رو، همه اینا رو. دسترسی مواد غذایی از اینجا اتفاق بیفته. خب میخواد چیکار کنه اون؟ اینجا سوراخ بشه، بره پایین، لوله پولیکا بره پایین، سوراخ همینجوری بمونه، لوله پولیکا توش سوراخ بمونه که آب و کودی که میخوام بدن بره تو عمق 30-40 سانتی خاک حداقل. اینجا باشه، جاهای مختلف نقطه ای در محل ریشه این زبون بسته کودو باید تزریق کنن. اینجوری فایده نداره.